داریم. نمیبینی؟ با کجا؟ حسرت ایستو خواهر جان، ایستو. گریه نکن، خوب؟ همش خوب می شود. چک ببین چی آوردم دخترم. وقتی که کودک بودی یک جای این کتاب ها رو خوانده بودیم. روزانه باشد در شرکت، مجلس های غم انگیز را گذرانیده، بیگاهی باشد وقتی افسانه خواندن را بی‌صبرانه انتظار می شدم. یاد داری؟ بعد از آن که شاهزاده خردسال را خواندیم از من خواهش کردی که تلسکوپ بیارم. یاد داری؟ تمام شب ستاره شاهزاده را جستجو می کردی. اگر پیدا کنی چی کار میکنی؟ گفته پرسان شدم. شاهزاده خردسال تنهاست، این طور خوب نیست، من با او آیله دار می شوم تا که تنها نماند گفته بودی. یاد داری؟ از من چقدر رنجیده باشه هم با من ناحقی نکن میلش. اگر از دوست داشتنم شبهه کنی به اینها نگر، لحظه های شیرینش را به یاد بیار. تو را سخت دوست می دارم دخترم. خانم نیلگون، تعمیری اینها دشوار است. باید از نو سازیم. کاری نازک است. با این طرف هم نگاه کن. خانم نیلگون، اینها را با 12,000 از نو میسازم. 12,000؟ بسیار طلب کردی استاد. خانم نیلگون، برای خاطری تو 10,000. از این کم کرده نمیتوانم. باز پولی نقد میخواهم. به خدا اینقدر پول ندارم. مایلش 12,000 شود، اما قسم قسم میدهم. در دوام 4 ماه میسپارم. عذر خانم نیلگون، با من هم پول در کار. با برابری با آخر رسیدن کار پول رو طلب میکنم. اگر خواهید کمی فکر کنید. اکی استاد، حساب کتاب رو از نو کنید. قادر، نرخ آخر رو با مادرت گفتم. از این پس این موضوع ها رو با من گپ میزنید، نه با مادرم. فهمو؟ تو چیزی که گویی همون شود دادر. تشکری زیاد. من میروم، کاری زیاد دارم. بعدم با من خبر دهید. خوب، فهمو. تو رو از دست میدی هم گفته سخت ترسیدم. من از شما جدا شده نمیتونم مادر جان. تو هم بیا دختر. بخشید جناب کمال که شما رو ناراحت میکنم، اما بیاید خانم امینه.
البته این کاری من نیست، ولی شما و خانم سوزن از هم جدا می شوید کو. برای همین اگر به ما احتیاج نداشته باشید ما. این به شما علاقه ندارد، خاطر نشوید. تشکر جناب، اما من به خانم سوزن و فرزندانتون زیق می شوم. من از سوزن جدا می شوم، لیکن از پدری فرزندانم دست نکشیدم. مرد و چیچک فرزندان منند و اینجا خانه آنهاست. فهمیدید؟ بله جناب، ببخشید. خب مادر تیار هستید؟ تیارم که به نصف عمرم الوداع گویم. از کرده پدرت سخت به غضب آمدم. کاش که مرا گوش میکرد، اویله من رو خلاص میکرد. آیا اویله دوریتون جای خلاصی دارد مادر جان؟ مادری من از آن زنهایی نیست که معشوقه را به نظر نگیرد. دیگر چطور طاقت میکردید؟ امروز با بخور شدن 23 سال چطور طاقت کنم؟ من به پدرت چطور زندگی میکنم نمیدونم. با برابری حس کردن هستیم رو در برم دیدم. مادر، حیات شما از پدرم عبارت نیست. شما کریر دارید، دوست ها دارید. اساس ما در براتون هستیم. آخر پسر، خیرت که شما هستید. با دستگیری شما من با پا نیستم. با شما وعده میدیم که پدرم با اون زن اویله برپا کردن نمیتواند. من به این اجازت نمیدهم. من نمیگذارم که پدرم شما را غمگین کند. وعده میدهم. میدونم، من به تو باور میکنم. حسرت، تو حال تیار نشده ی آخر از روز اول با مکتب دیر میکنی. تیار شدن دشواری کرد. مویهای پشت سرم را جمع میکنید؟ با من ده بیا. امروز پدرم جدا میشود. بله میدونم. جدا شوی شرطنامه‌ای در یک لحظه به آخر میرسد. تمام شد. مادر، شما آرزو نمیکنید؟ یک وقتها کرده بودم، نتیجهش رو همه یک جای دیدیم. شتاب کن، از روز اول باز دیر نکنی. هیچ پروا نداری؟ زودتر بیو، یگون چیز خورده بعد رو. اوه، زیباترین معلمه ادنا آمد. واهمه نکن خودی. اگر این واهمه باشد افتم به مانند افتی تقایم انمی خیل بیزیب شود. این خورسندی شما مرا به گور میبرد. این خانه نه جای مسخره بازی. توبه کردم. هر روز یک مشکلی هست اما شما باشید تا حال یک خانه نیافته میفهمید. آدمانی خندان نظر به غمگین ها 5 سال بسیارتر عمر میدیدن. در این خانه 5 سال زیادتر زندگی کنی چی میشود؟ اگر حیات این خیل وزنین باشد. امروز با طلبه هایم وا میخورم، برای همین طبعم رو خیره کرده نمیتوانید. بسیار خوب. تو در مکتبی بدترینی ادنا معلمگی میکنی، ولی برای چی اینقدر خورسندی نفهمیدم. با من خاطرسان نکن. تقا خندید، کمی خندید. خیر، به تو درسای خوش دخترم. فراموش نکن که دنیا به تو خنده دارد. تو هم خنده کن. رو من تو رو